چرا با اینکه تونر داریم استفاده می‌کنیم همچنان پوستمون جوش میزنه، میکاپ درست روی صورتمون نمیشینه، اعتماد به نفسمون میاد پایین‌تر و هزار و یک چیز دیگه. ممکنه محصول رو درست انتخاب کرده باشیم ولی هنوز نمیدونیم چه شکلی باید ازش استفاده بکنیم. منظورم چیه؟ اینکه تا اینجای کار میدونیم که تونرها دو تا دستن. بعضیاشون اسیدی ان، فعالن، مثلا توشون آیشا بیچا داره. بعضی دیگه‌شون آبرسان و آرام بخشن. اونایی که اسیدی ان حتما باید با پد پنبه‌ای بزنی، چون میان یه لایه برداری شیمیایی انجام میدن و سلولای مرده پوستتو سست میکنن. پس اون پد پنبه‌ای میاد به صورت فیزیکی لایه برداری رو واسط انجام میده. میدونی یه مثال ساده واسط بزنم، مثل این میمونه که روی میز اسپری بزنی، پاکش نکنی، اون سلولای مرده اونجا میمونن و باعث ناهمواری و جوشا و مشکلات پوستی جدید میشن. از اون طرف تونرهای آبرسان تو حتما باید با دست بزنی، چون پد فقط باعث میشه ماده‌اش هدر بره. باید تمام رطوبت به صورت مستقیم روی پوستت جذب بشه. دفعه بعدی که تونرتو گرفتی توی دستت یه نگاه بنداز ببین اسیدیه یا آرام بخشه که پد رو استفاده کنی یا نه.